26 март اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه یاوان همچنین با کارهای ساختمانی در بینای ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه آغاز رسمی بخشیده با لایحه یک قطار انشاءات ساخته شونده شناس شدند. بینای ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان با طرح معاصر و صنعت خاص معماری ملی در اساس دستور و سپارش‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان ساخته می شود. مساحت زمینی برای انشاءات پیش بینی گردیده در مجموع 7113 متر مربع را در بر می گیرد. انشاءات از تهخانه و 3 آشیانه عبارت بوده. در آن برای کارمندان جهت باز هم بهتر نمودن صفت کار و فعالیت در سمت خدمت رسانی به شهروندان و سهمگذاری در پیشرفت تاجیکستان عزیز امکانات و شرایط مساعد فراهم کرده می شود. بینای ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان در اساس لایحه از 22 اتاق کاری، مجلسگاه‌ها و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. در بنا همچنین کتابخانه و تالار خانش جای داده می شود. اثنای شناسایی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با طرح بینای ماموری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان اطلاع داده شد که انشاءات با جلب 50 نفر متخصص وطنی ساخته می شود. لایحه انشاءات از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود مصور تهیه گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در جریان شناسایی با لایحه انشاءات به مسئولان جهت نظارت جدی صفت کارهای ساختمانی و استفاده از محصولات اعلی صفت دستور و هدایت‌های سودمند دادند. در همین جا با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لایحه کارخانه استحصال گچکردان ماهر، میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و مجسمه شاه اسماعیل سامانی، لایحه اداره‌کنی پرتاب‌های سخت معیشی ناحیه یاوان و لایحه تامینات آبی آشامیدنی برای اهالی شهرک یاوان معرفی کرده شد. میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان در مساحت 9375 متر مربع بنیاد می‌گردد و در آن این رمز معرفی کننده دولت و ملت تاجیک در عرصه بین المللی در بلندی 55 متر پرافشان کرده می شود. همچنین با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی در این میدان مجسمه شاه اسماعیل سامانی با بلندی 10 متر گذاشته می شود. میدان پرچم دولتی با گل و بوته‌های آرایشی زینت داده می شود و برای استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان دیگر شرایط ضروری مهیا می گردد. کارخانه استحصال گچکردان ماهر در ناحیه یاوان در اساس دستور و هدایت‌های روزافزون سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت استفاده پره از امکانات و اقتدارهای موجوده در راه رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور ساخته می شود. کارخانه معاصر صنعتی در مساحت 633 هکتار زمین با اقدام صاحبکار وطنی راهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود ماهر سیمنت بنیاد می‌گردد. در اساس لایحه اقتدار استحصالی کارخانه 200,000 تن گچ، 30 میلیون متر مربع گچ کردان و گچ کردان برای سقف در یک سال خواهد بود. همچنین در کارخانه در یک سال 70,000 تن قره گچ استحصال کرده خواهد شد. مهلت بنیاد کارخانه معاصر صنعتی در ناحیه یاوان تا سال 2022 پیش بینی گردیده در آن 150 جای کار دائمی برای شهروندان مملکت فراهم کرده می شود. در ناحیه یاوان همزمان در اساس همکاری حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد تطبیق لایحه تامینات آبی آشامیدنی برای اهالی شهرک یاوان با جلب 5.8 میلیون دلار آمریکایی ادامه دارد. هنگام شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جریان اجرای این طرح اطلاع داده شد که با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خوابانیدن 7.5 کیلومتر شاهقبر بلندفشار مرکزی، 2.2 کیلومتر شاهقبر خودجاری شونده و 5.8 کیلومتر قبرهای قطرشان گوناگون برای وسیع نمودن شبکه‌های داخلی شهرک یاوان پیش بینی گردیده است. در این زمینه علاقه ساختمان پایگاه معاصر آبکشی با 2 حوض تحشین کننده با گنجایش 15,000 متر مکعب آب، کارگاه آب پالایی، آب بمبار آب تازه با گنجایش 1000 متر مکعب و دستگاه بی‌ضررگردانی به انجام رسیده است. برای اجرای با صفت کارها تکنیک و تجهیزات ضروری به کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی، کانالیزاسیا و گرمدهی شهرک یاوان وارد کرده شده است که 100% نقشه را در بر میگیرد. در دایره لایحه علاقه با مقصد استفاده صرفه‌کارانه آب آشامیدنی و پیشگیری از تلفات آن 3000 حسابکنک آبی در منزل‌های استقامتی ساکنان مرکز ناحیه یاوان نصب کرده شده است.
سال روان همچنین ساختمان آبانبار در دهه قنبری ناحیه با گنجایش 4000 متر مکعب و خوابانیدن 3.6 کیلومتر شبکه‌های آب تامین کنی شهرک یوان به نقشه گرفته شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان هنگام شناسایی با رفت اجرای لایحه اداره‌کنی پرتوهای سخت معیشی ناحیه یوان که از ماه مارس سال 2017 ادامه دارد، مسئولان را برای مقصدناک استفاده نمودن مبلغ‌های جلب گردیده موظف نمودند. اطلاع داده شد که از آغاز تطبیق این لایحه الکی بیش از 52% مبلغ‌های پیش بینی گردیده از خود کرده شده است و کارها در این سمت در اساس نقشه مکمل کاری با سرعت ادامه دارد. در دایره لایحه با مقصد سریع وقت برآوردن پرتوهای سخت معیشی از نزد منزل‌های استقامتی ساکنان مرکز ناحیه با ریاست کمونالی استیصالی و استفاده منزلی شهرک یوان تکنیک‌های ساحوی جدا گردیده است. در مرکز شهرک یوان در دایره آمادگی‌ها با جشن بزرگ ملی استقلالیت دولتی روند تدبیرهای آبادانی با سرعت ادامه دارد و تطبیق این گونه لایحه‌های مهم می‌تواند در سمت حفظ محیط زیست مساعدت فعال نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پوره با رفت تطبیق لایحه‌های مذکور در شهرک یوان جهت استفاده مقصدناک مبلغ‌های پیش بینی گردیده، اجرای با صفت کارهای ساختمانی و وصلگری و در وقت معین شده